زادروز زادروز زادروزت مبارک زادروز زادروز زادروزت مبارک از تو باشد همه شعر و سخنم، از تو باشد همه نیروی تنم، از تو پرقدر به هر انجمنم، از تو مشهور به هر دور منم. توی دنیای وجودم، توی جان در بدنم، تاجیکستان وطنم، ای وطنم ای وطنم. با شکرگزاری از تاجیکستان صاحب استقلال و روزگاری خوش و آباد و آسوده شما، السلام علیکم بینندگان عزیز و ارجمند، دوستداران و مخلصان برنامه های تلویزیون سیمای شهری پنجکند. از آن شاد و ممنونم که باز توسط برنامه تبریکاتی و موسیقی زادروز مبارک مهمان کاشانه های پرفیض شماییم. در این شام زیبا، در این لحظه های فرح بخش، نفرانی که جشن مولود و یا دیگر صحنه های فرح بخش حیاتی را جشن میگیرند، صمیمانه تبریک و شاد باش میگوییم. ای حسن بهار زادروزت تبریک، با بخت هزار زادروزت تبریک، خوشبخت و سعادت و سلامت باشی، با اوج و برار زادروزت تبریک. با چنین بیت تبریکاتی حسن آغاز می بخشیم. باعث تبریکاتی و شادباشی است که در این شام زیبا پدری عزیز و مهربان، شاه ستون خاندان، آموزگاری سابقه دار که واقعا احترامی خاص بین یار و دوستان و شاگردان دارند، امروز عباس سید مرادزاده به بهار 85 سالگی قدم می نهند. استاد عباس سید مرادزاده زاده دهه مزار شریف شهری پنجکند هستند. آموزگاری سابقه دار هستند که عمر خود را برای تعلیم و تربیت نسل نورس در مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی رقمی 30 33 25 10 53 به حیث آموزگار صنف‌های ابتدایی کار و فعالیت نمودند. آموزگار تخصص عالی، اعلاچی معارف تاجیکستان، مؤلف چندین کتاب‌ها از قبیل قصه و روایت‌ها، در عموم مؤلف 5 کتاب هستند. امروز با بهار 95 سالگیشان تبریک و تهنیت میگویند. شاگردانشان، آموزگاران تبریک و شادباش گفته برایشان سلامتی، عمری درازی به خزان، طالع بلند، دولت پیری و سعادت کار و زندگی را آرزو نموده چنین گفتند. دو دست بر دعا داریم، به درگاه خدا نالیم، کتاب باشد نگهبانتان، همیشه التجا داریم. زادروز مبارک باشد. شما را کل شاگردانتان میگویند خدا نصیب نماید که در امان باشی، همیشه خرم و مسرور و کامران باشی، لبت به خنده شکوفان، دلت پر از شادی، نگردی پیر به 100 ساله ها، همیشه امان باشی. زادروز مبارک باشد. 100 سال بیزی، 101 سال بیزی، خندیده و بالیده و خوشحال بیزی. مولود تو امروز به عالم تبریک، خوشحال به 100 سال و چو امسال بیزی. زادروز مبارک باشد. اینک برای باز هم خوش و رنگین گذشتن این شام زادروزی ترانه درخواست نمودند، چون ارمغان برایتان تقدیم می‌گردد. چه محبوبی چی جانانی پدر جان، گلی عشقی دل و جانی پدر جان. با چشمی من زی هر چیزی که گویم، چه خوب است این به از آنی پدر جان. حبیبی مردمی از پا فتاده،
طبیبی دردمندانی پدر جان، وطن خواهی و مردم دوستی را زی تو آموختم دانی پدر جان. تو دانی عمری این دنیا دو روزه، چرا دیگر پریشانی پدر جان؟ وطن خواهی و مردم دوستی را زی تو آموختم دانی پدر جان. هی زی تو آموختم دانی پدر جان. پدرم ای پدری دهقانم، تو همه خواستی دهقان باشم، نروم یک قدم از ده بیرون، بنده مذهب و ایمان باشم. تو همه خواستی قرآن خوانم که از او معرفت بالا نیست، تو همه خواستی ملا باشم بس که در دهه ما ملا نیست، تو همه خواستی ملا باشم بس که در دهه ما ملا نیست. پدرم باز ببخشا بر من، گر نمانندی تو من دهقانم، نسخه پاکی تویم در دنیا، من سرا پای تو را میمانم، نسخه پاکی تویم در دنیا، من سرا پای تو را میمانم. شاعری هم به مثل دهقانی، شعر بنیادی همه مسند هاست، شعر تخمیست که سبزد در دل، شعر قرآنی همه ملت هاست، شعر تخمیست که سبزد در دل،
شعر قرآن همه ملت هاست. پدرم بال و پرم تاج سرم، پدرم ای پدرم جان پدرم، پدرم بال و پرم تاج سرم، پدرم ای پدری پرهنرم، پدرم بال و پرم تاج سرم. زادروزی نکوی عمر باد و تبریک، این یک زی هزاری عمر باد و تبریک. در اوج و برار بخت و طالع شما باد، این اوج و براری عمر باد و تبریک. با چنین بیت تبریکاتی باز یک تبریکاتی دیگری رسیده. چی خوش است که این شام یکی از عائله های نمونوی، یکی از عائله های خوشبخت، همسر و زوجه مهربان، هر دو جشن مولود دارند. پدر عزیز کریموف بازاربای و خدایارو و شهرنسا که امروز هر دو بهار 60 سالگی عمرشان را در حلقه عائله، پیوندان و نزدیکان، فرزندان و نبیرگان جشن میگیرند. مادر عزیز خدایارو و شهرنسا و پدر گرامی کریموف بازاربای، شما را با 60مین بهار عمرتان تبریک و تهنیت میگویند فرزندانتان شیرین شاه، لیلا، بزرگ مهر، خواهر خدایارو و شهرنسا جومگل و از نام کلین هایتان، نبیره هایتان، پیوندان و نزدیکان، خیش و تباران، دخترتان نیلوفر از فدراسیون روسیه و اهل عائله خدایاروف ها و کریموف ها صمیمانه و صدقاً شاد باش گفته میگویند پدر جان و مادر جان مهربانم، چراغ خاندان ما، آرام بخش جسم و جان ما، حرف شیرین و پند و نصیحت هاتان تا بیروانم. اینقدر صبر و طاقت، اینقدر مهر و شفقت، فداکاری و لطافت، این همه در طینت شما هویداست. آنقدر بزرگی خاص شماست که با این همه رنج و عذاب و مشقتی که از برای ما فرزندانتان میکشید چیزی طلب ندارد، تنها خرسندی فرزندانتان را میخواهید و بس. ما نیز امروز که مولود دارید صمیمانه تبریک گفته برایتان تمام خوشی های عالم را آرزو داریم. مادر جان، پدر جان مهربان، با آن همه همت بلنده که تنها و تنها خاص شماست، جمله فرزندانتان را پذیرا باشد. میگوییم زادروزی نکویتان مبارک، ای مبارکی حیات امروز و فردای با سعادت ما فرزندان. چو سعدی پیر گردید کم نبینید، چو حافظ شاد باشد غم نبینید، چو جامی عاقل و فرخنده باشد، چو سینا در دل و در دیده باشد. زادروزی نکوی بار دیگر مبارک باشد. بله پدر جان، مادر جان مهربان، خواهی مثل سعدی 100 سال عمر ببینید، از دامن امیدتان گلدسته ها بچینید. شما را آرزو داریم دولت و گنج، ببینید 100 سال عمر بی درد و بی رنج. مولود مبارک باشد. از درگاه آفریدگار پاک طلب میکنیم که همیشه شما را سعادتمند و نیرومند و طالع بلند و فرحمند در پناه عصمتش نگاه دارد. زادروزی نکویتان مبارک باشد. امروزی نکو روزی خوش و روزی محبت، فرخندگی و چهره خندان و سعادت. ما بهر شما خواهیم همگی خوشی عالم. 100 ساله شوید، پدر مادر جان عزیز باشد سلامت. با احترام فرزندان، پیوندان و نزدیکان، اهل عائله خدایاروف ها و کریموف ها. اینک ترانه چون ارمغان زادروزی تقدیمتان میگردد، پذیرا باشد. ما هم به امید دست به دعا برداشتیم، ای کاش خدا عمری درازت بدهد. 100 ساله شوید، غم نبینید در دنیا، نیکنامی و
اقبال فرازتان بدهد. زادروز نکو برای همه صاحب جشنها، برای آنهایی که امروز میلاد عمر دارند مبارک و خجسته باشد. آرزو میکنیم در فضای خاندان شما پیوسته شادی باشد، سرور باشد، نهال قامتتان پربار گردد، شما را عمر نکو هم یار گردد. در این دنیا زندگی کنید 100 سال دیگر که دنیا از پیتان گلزار گردد. زادروز نکو مبارک باشد. بله بینندگان عزیز، اودری هپبورن میگوید مهمترین چیز این است که از زندگی لذت ببرید و شاد باشد. این تنها چیزی است که اهمیت دارد. پس با امید شاد و زندگی خوش و آسوده شما اینجا ما نکته میگذاریم به برنامه امروزه. با شما بودیم راوی برنامه من دلافروز حفیظ، تنظیمگر اسماعیل جان خالف. شاد باشد. زادروزت مبارک، زادروزت مبارک.